قرائت شاه اثر علامه باباجان غفورов تاجیکان، تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. گفتار 97. اثر تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. خلق تاجیک در هیئت دولت جانیان عصر 17 و نیمه اولی عصر 18. اهالی پولی اصیل، پولی محکم و استوار و همیشه یکخیله و بلند ایار را می‌خواست. این مبارزه در عصر 17 گاها نتیجه مطلوب می‌داد. اهالی موافق می‌شد که حکومت را به بلندتر کردن ایار پول وادار نماید. اما در چاریک آخر عصر 17 ضرب پول بلند ایار تماما قطع گردید. اهالی اگرچه مثل پیشتره برای پول اصیل مبارزه خود را دوام می‌داد، ولی برای آن خیلی کم و ناچیز بود. مقدار نقره دیگر از 35% بلند نبرآمد. بعدتر سال 1708 چنان که در بالا آورده شد، عبیدالله خان مقدار نقره را در سکه های خود به 9% فراورده باعث سرزدن شورش خلق کردید که آن قسماً موفقیت آمیز انجام یافت. ولی حکومت از کار پولبراری نه فقط با چنین راه بی واسطه فایده به دست می درآورد. نیرنگ هایی که در بابت تغییر قرب پول کرده می شد، چون باری باز هم گرانتر به دوش اهالی می افتاد. در عهد جانیان هم مثل عصر 16 همه پولهای نقره را به پول نو و پول کهنه جدا می کردند. حکومت هر وقت که خواهد پول نو را کهنه اعلان می نمود. لیکن اقتدار خرید پول کهنه در بازار کاملا به ایار آن وابسته بود. چنانچه پولهایی که 60% نقره داشتند وقتی نو بودن خود همچون پول بلند ایار با نرخ اجباری گردش می کردند. همین که این پولها را کهنه اعلان کردند، فوراً 40% اقتدار خرید آن از دست می رفت. یعنی اهالی در حال 40% ضرر می دید. اگر طور دیگر گوییم، در دوام عصر 17 معیار استفاده ضرب پول فوق العاده افزایش یافت و این حال وضعیت کاسبان و تاجران را نظر به آنچه که جی نیکسون در میانه های عصر 16 نوشته بود خیلی وزن‌تر نمود. از این همه به طور روشن برمی آید که کاسبان در این دوره حالا تمام خصوصیت های پیشه و هنر خود را حفظ کرده بودند، ولی شرایط آن وقته به پیشرفت کسب و تجارت امکان نمیداد. این بود که حجم آنها خصوصاً از آخرهای عصر 17 سر کرده سخت کاهش یافت و این به انواع مالها نیز بی تأثیر نماند. البته آن نوع کسب و هنر که محصولات آن به خارج صادر می شد یک درجه وضع بهتری داشت. طلبات بیرونه در چنین شرایطی سخت نیز به پیشرفت استحصالات مساعدت می کرد. از این جهت مناسبت‌های تجارتی تا رفت مستحکم شونده و وسعت یابنده با روسیه اهمیت مخصوصی داشت. دولت روس از انکشاف تجارت با آسیای میانه خیلی منفعت دار بود و برای آن شرایط مساعد فراهم می ساخت. به سوداگران آسیای میانگی تدریجاً اجازت داده شد که در تمام شهرهای این مملکت پهناور تجارت کنند. خصوصاً پیش بردن کارهای سودا
به واسطه سیبیر امتیازهای زیادی داشت. در اینجا از تاجران آسیای میانه خیلی کم باج می گرفتند و حتی از بعضی مالها اصلاً باج ستانده نمی شد. بعدی به وجود آمدن استحکام ارینبورگ در سال 1735 به مقصد جلب کردن تاجران آسیای میانه چند مدت در اینجا سودای بی گمرک اعلان کرده شد. سوداگران آسیای میانه به طرف روسیه بیشتر متاع و منسوجات پختگی می بردند. از دفترهای گمرکی تجارتخانه‌های سیبیر و اشترخان می تواندید که به آن مملکت چی اندازه مالهای زیاد صادر می گردیده است. در روی خط مفصل این دفترها انواع مختلف گزوارهای استحصال آسیای میانه از قبیل متاع زندانی، سیبندی، دوبندی، پوربینی، برمتی، متاعهای گلدار، خامصوف و امثال اینها ذکر یافتند. یک قطار مدرک ها در این وقت به سبب نرسیدن ابریشم خام حتی به خارج برآوردن آن منع گردیده بود، هم از جهت حجم و هم از جهت نوع کاهش یافتن استحصال شاهواری را نشان می دهند. بد شدن شرایط زندگی تعداد کسانی را که به پرورش کرم ابریشم شغل داشتند، همچنین طلبگاران متاعهای شاهی و شاهواری‌های گرانبها را بیش از پیش کم می نمود. چرم، بعضی نوع‌های موینه، قارین و غیره از مالهای اساسی صادراتی به شمار می رفتند. انواع مالهای به اصطلاح تجارت خانی، یعنی آن مالهایی که سفیران تاجر می بردند، خیلی زیاد و گوناگون بود. از بس که طلبات دولت روس نسبت به مالهای آسیای میانه همانا می افزود، حجم این مالهای صادراتی هم بیشتر گردیده، طبیعتاً به استحصالات آنها شرایط مساعدتری فراهم می آمد. استحصال اسلحه‌جات و عموماً مصنوعات فلزی نهایت درجه رونق یافت. آنها نیز به کشورهای خارجی صادر می گردیدند. بعضی نمونه های آلات سفاری آن وقته تا زمان ما رسیده اند و چنین به نظر می رسد که غیر از ظرفهای عادی و مقرری، ظرفهای نفیس لعابی منقش نیز استحصال می شدند. در عصر 17 کسب و هنر عملی نیز از رونق نمانده بود. مخصوصاً خاتمکاری، کاشینکاری و کندکاری های روی گچ و چوب به درجه بلندی ترقی رسید. اما در عصر 18 طلبات نسبت به آثار هنری عملی تقریباً قطع گردید. در ساحه تجارت خارجی موقعی مهم را معاملات سودا با دولت روس اشغال می نمود. چنانکه خاطر نشان گردید، به این مملکت مالهای خیلی زیاد و گوناگون نوع آسیایی میانه برده می شد. در اینجا باید علاوه کرد که تاجران آسیایی میانه راری میانه روی را هم بازی می کردند. آنها بررسی نه فقط مالهای خود را بلکه بسیار مالهای خارجی خصوصاً هندی را نیز می بردند. این البته در نوبت خود باعثی به آسیای میانه بیشتر وارد گردیدن مالهای هندی می گردید، هرچند که با سببهای در بالا آورده شده طلبات اهالی به مالهای وارداتی خیلی کم شده بود. حادثه نو در تاریخ تجارت بین روسیه و آسیای میانه نه فقط افزودن حجم صادرات و واردات، بلکه در این کار فعالانه شرکت نمودن سوداگران روس هم بود. سوداگران روس و یا دکانداران آنها اکنون در شهرهای گوناگون آسیای میانه 2-3 سال اقامت نموده مالهای خودی را می آوردند و مالهای اینجایی را می بردند. از مالهای روسی در آسیای میانه نه فقط به اشیای تجملی، موینه، چرم، ماهوت و دیگر چیزهای قیمت بها، بلکه به اسبابهای گوناگون روزگار از قبیل ظرفها، چرچینواری و غیره نیز
طلبات زیاد بود. در این دوره آسیای میانه همچنین با هندوستان، ایران، خیتای رابطه های تجارتی داشت، ولی حجم و مقیاس این معاملات هنوز به درجه کافی آموخته نشده است. در این بابت چنین امری واقعی دقت را به خود جلب می نماید که در بخارای آن وقته گذری مخصوصی سوداگران هندی موجود بوده است. عبیدالله خان برای دولت زیاده منفعت داشتن انکشاف تجارت خارجی را به خوبی درک نموده در راه بهتر گردیدن آن چاره‌ها می اندیشید. اما این یک حادثه کوتاه مدتی بود که با قوت گرفتن خرابی خواجگی مملکت به زودی از بین رفت. فلوریا بینیوینی که سال 1722 در بخارا زیسته مسئله های تجارت را مخصوص آموخته برآمده است، خاطر نشان می سازد که اگرچه مالهای هم برای بخارا و هم برای رسی ضروری موجودند، اما شرایط برای انکشاف تجارت وجود ندارد. خلق تاجیک در هیئت دولت جانیان عصر 17 و نیمه اولی عصر 18. مدنیت مادی و معنوی، معماری و صنعت. خصوصیت‌های حیات خواجگی و اجتماعی و اقتصادی عصرهای 17-18 به ساحه معماری نیز نقش معلومی گذاشت. نفوذ، حاکمیت و ثروت طبقه‌های فوقانی طایفه‌های ازبک علل خصوص امیران تا رفت افزونتر می گردید. شهرها و ولایت‌های تمام گاهی عملاً در اختیار آنها قرار می گرفتند. پولی برای ساختمان لازم در دست همین امیران قبیلوی ازبک بود و آنها با وسیله عنعنوی می خواستند شهرت یابند و نام خود را جاودانی گردانند. یکی از همین قبیل اهل کیبار یلنگتوشبی در ریگستان سمرقند ساختمان بزرگی را وسعت داد و همان مجموع عمارات مجللی را که تا امروز باقی است به وجود آورد. در روبروی مدرسه اولوغبیک، در آن جایی که پیشتر خانقاه اولوغبیک موجود بود، با امر او معماری نامی عبدالجبار مدرسه نو بنا کرد. در پیشتاق درآمدگاه این مدرسه صورتی درنده به غزال حمله کننده تصویر یافته است و از همین سبب آن را مدرسه شیردار نامیدند. روی مدرسه شیردار عیناً نسخه روی مدرسه اولوغبیک است. در مرکز سردر، در گوشه ها مناره های راست، از بین دروازه و مناره ها گنبز های تیغدار به نظر می نمایند که در بالای دو درسخانه ساخته شدند. لیکن در جزئیات طرح بنا و آرایشات آن نوی های زیاد مشاهده می شود. بعدتر یلنگتوشبی از طرف سیوم میدان باز یک عمارت دیگر انداخت. چون در آرایشات این بنا تلای بسیاری استفاده شده است، آن را تلاکاری نامیدند. این بنایی است که مدرسه و مسجد در یک جا ساخته شدند. در سه طرف حولی حجره ها و در طرف چهارم مسجد واقع گردیده است. عمارت مرکزی گنبزناک و دو ایوان سیرقبه نیز در همین قسمت جای گرفته است. همین طریقه میدانی به وجود آمده است که یک طرفش گشاد و سه طرفش با سه بنای محتشم خوشنما زینت یافته است. دیگر از یادگاری های معماری عصر 17 مجموع عمارتی است که در بخارا واقع گردیده است. یکی از قسمت های مهم این انسمبل معماری حوض کلان می باشد و از این رو وی با نام لبی حوض مشهور است. اولین عمارت این مجموع مدرسه کوکلتاش هنوز در عصر 16 ساخته شده بود. در عصر 17
یکی از عملداران عالی مقام آن زمان ندیر دیوانبیگی فرمود که حوض، مدرسه و خانقاهچه‌ای سازند. این انسمبل معماری آنقدر متناسب و متوازی نیست چنانکه در مجموع امارات ریگستانی سمرقند می توان دید. و همچنین به خود شکلی تام نگرفته است. نمود آن چنین است: نمای پرحشم مدرسه عصر 16 رو به میدان بوده. در یک طرف این میدان مدرسه نه آنقدر کلان ندیر دیوانبیگی و در طرف دیگری آن لبی حوض و در پس لبی حوض خانقای خرد واقع‌اند. مدرسه و حوض با این خانقا موازنه نداشتند و همچنین با مدرسه عصر 16 موافقت نمی کردند. این انسمبل معماری از تناسب و توازن قسمت بندی محروم بوده. معمار در بنیاد آن نه ذوق و نه طبع از خود ظاهر نکرده است. بناکاری های عصر 17 نیز به سر خود یگان جهت قابل توجه ندارند. دیگر انسمبل معماری در عصر 17 بنایافته بخارا بسیار مهم و جالب می باشد. این دو مدرسه است که مقابل یکدیگر واقع گردیدند. یکی مدرسه اولوغبیک که در عصر 15 ساخته شده است و دیگری مدرسه عبدالعزیز خان که از یادگاری های معماری عصر 17 به شمار می رود. در بین این دو عمارت خیلی شباهت موجود است، اما تفریقه آنها باز بیشتر می باشد. تناسب روی عمارت مدرسه اولوغبیک به حد کامل رسیده. آرایشات آن ساده و در عین زمان خیلی نفیس است. اما در نمای مدرسه عبدالعزیز خان اثری از تناسب موجود نیست. درآمدگاهش نهایت دراز، کناره‌های روی عمارت برعکس بسیار غفصند. آرایش آن به غایت با دبدبه و پرکر و فر می باشد. اگر درباره عصر 17 همچون یکی از مرحله‌های انکشاف صنعت معماری آسیای میانه سخن به میان آید، این بیش از همه به آرایشات بناها دخل می نماید. آرایشگران عصر 17 عنعنه 2 قرن پیشینه را دوام داده، بعضاً موفقیت‌های معین ایجادی به دست می آوردند. علال خصوص کامیابی استادان کندکاری روی گچ به نظر نمایان تر بود. شوشه های گجی مدرسه عبدالعزیز خان با مرکبی، اینچنین ظرافت و نفاست خود کس را به حیرت می گذارد. در آرایش عمارتها از هنر خاتمکاری و کاشنکاری به طور وسیع استفاده می کردند. نقشها پرپیچ و خم و سربسته، گمه رنگها نظر به اثرهای 15-16 درشت و خشن‌تر می برآمدند. رنگهای زرد و سبز که به طور فراوان کار فرموده شده اند، آنها را از حد زیاد رنگین می نمودند. از نسخه های خطی عصر 17 که با مینیاتورهای رسامان آسیای میانه زینت یافته اند، مقداری خیلی کم تا زمان ما رسیده است. ولی از همین نمونه های کم نیز معلوم می گردد که عنعنه مکتب مینیاتوری آسیای میانگی عصر 16 دوام و انکشاف باسزای خود را در عصر 17 پیدا نموده است. خصوصاً مینیاتورهایی که ظفرنامه شرف الدین یزدی را زیب داده اند بسیار خوب و جالبند. این نسخه سال 1628 در سمرقند کتابت شده 12 مینیاتور را در بر می گیرد. مینیاتورسازی زبردستی در صحنه‌های رزمی با یک مهارت حیرت انگیز توانسته است مقدار زیادی سیماهای آدمی را جا دهد که هر یکی آن باز به نظر زنده و در جنبش و حرکت نمودار می شود. مثلا در صورتی که هرات را محاصره کردن تیمور
تصویر یافته است 23 اندام آدمی و 18 اسب موجود است. در مینیاتوری دیگر که لشکر کشیدن تیمور بر ضد خان آلتین ارده توختمیش تصویر شده است 20 کس جنگ می کند. صحنه بزم تیمور نیز پر آدم است. در اینجا اهل کبار، سپاهیان، مطربان، حافظان، راویان و ساقیان را می توان دید. صحنه ها خیلی زیبا و خوش رنگ آفریده شده‌اند. در عصر 17 صنعت پورتریت هم از ترقی باز نماند. چنانچه تصویری فصیح امام قلی خان که سال 1642 کشیده شده است به این دلالت می کند. وضعیت دوره بعدینه به پیشرفت بناکاری، معماری و صنعت یگان قدر مساعدت نکرد. نیمه اولی عصر 18 دوره خرابی اقتصادی، خروج جنگ‌های داخلی، به ویرانی رو آوردن شهر و دیهات، سرزدن شورش‌های خلقی، دوباره اوج گرفتن تاخت و تاز خیوگی‌ها، هجوم طایفه‌های بادیه‌نشین و قشون‌های اجنبی بود. در این وقت مخصوصاً ناحیه‌های مرکزی ماوراءالنهر و ولایت بلخ ضرر دیدند. در نتیجه به هر طرف فرار کردن اهالی، چنین مرکزهای مدنی مانند بخارا و سمرقند بی آدم ماندند. طبیعی است که از این زمان آشفته و تیره هیچ یک یادگاری مهمی معماری و هنری باقی نمانده است. خلق تاجیک در هیئت دولت جانیان عصر 17 و نیمه اولی عصر 18. ادبیات بدیعی تاجیک و سالنامه‌های تاریخی عصر 17 ابتدای عصر 18. در عهد جانیان دو مرکز ادبی وجود داشت که یکی بخارا و دیگری بلخ بود. در این دوره ادبیات تاجیک نظر به عصر 16 بیشتر و ترقی رو نهاد. لیکن در زمان سبحان قلی خان شرایط به درجه سخت گردید که حتی یک عده شاعران دربار وطن خود را ترک نموده به هندوستان هجرت کردند. در صورتی که ادبیات درباری و رسمی تصوفی حالت تنزل را از سر می گذرانید، در دایره های غیر رسمی مخصوصاً در بین پیشوران شهر نظمی روحاً به محیط خلق نزدیک ترقی کرده، مثل فطرت زردوزی سمرقندی، ملا عابدی ممتاز و خصوصاً میرابید سیدای نصفی شاعرانی زبردست به کمال رسیدند که محصول ادبی آنان بیشتر به حیات طبقه های استحصال کننده مملکت علاقمند بود. فطرت زردوزی سمرقندی سال 1657 در محله زردوزان سمرقند تولد یافته است. همه خویش و اقربای او در کسب زردوزی مهارت کامل داشتند و خود او هم این پیشه را به خوبی از خود کرده بود. فطرت در سال 1685 به بخارا رفته در مدرسه آنجا تحصیل می کند. روزگاری او به سختی و مشقت می گذشت. محتاجی و تنگ دستی او را مجبور نمود که حولیش را فروشد. خریدار که شخصی دولتمندی بود او را فریب داده حولی را با نرخ خیلی ارزان صاحب گردید. شاعر به این وجه درباره وی یک شعری هجوی نوشته، با همین وسیله قصاص گرفت. فطرت در اولهای عصر 18 وفات کرده است. صاحبان تذکیره او را استادی هم نظم و هم نثر دانستند. از میراث ادبی او مثنوی طالب و مطلوب، یک هجویه و چند غزل در دسترس ماست. دیوانی او تا حال پیدا نشده است. سیدای نصفی وفاتش بین سالهای 1707 1711
بزرگترین شاعر این دوره است. او در زمان حکمرانی عبدالعزیز خان، سبحان قلی خان و عبیدالله خان حیات به سر برده روزهای تیره و مدهش را که استبداد فئودالی به سر عامه زحمتکش آورده بود با چشم خود دیده است. سیدا در دوره اول ایجادیات خود ظاهراً با مقصد پیدا کردن سرپرست و مربی با بعضی نمایندگان طبقه حاکم و با محیط آدمان دربار نزدیک شد و تأثیر همین محیط بود که چند قصیده خود را به عبدالعزیز و سبحان قلی خان بخشید. اما وقتی که وی از تمام فسق و فجور دربار و رذالت اهل آن واقف شد، هرچه زودتر خود را از معاشرت این طایفه دور کشید. قدم از کوچه ارباب دولت کوته اولاتر، که از هر نقش پای من براید چشمه خونی. سیدا خلق خود را بسیار دوست می داشت. او نه فقط با محصول ادبی خود بلکه شخصا هم افتادگان و مظلومان بیچاره وطنش را تا می توانست حمایت می کرد. هر کجا افتاده بینم به سر جا می دهم، خار این صحرا گلی روی سبد باشد مرا. سیدا قصیده های خود را نه اینکه به پادشاهان و اعیان و اشراف بلکه به کمبغلان، پیشوران و دهقانان بخشیده حیات این گروه اهالی را خیلی خوب تصویر کرده است. قصیده هایی که او در توصیف نانوای، نقاش و غیره نوشته است از همین قبیلند. در بین اثرهای او موقعی مهم را بهاریات حیوانات نامه اشغال می کند. شاعر در این اثری خود در تمثال حیوانات سیمای نمایندگان طبقه های مختلف جمعیت فئودالی را تصویر نموده چنین عقیده را پیش می راند که آدمان مهنتی اگرچه در نظر چون مورچگان به زیر پا افتاده اند، در عمل از همه بالاترند و اگر آنها اتفاق کنند قوی ترین دشمن را هم مغلوب کرده می توانند. سیدا در یک سلسله شعرهای خود خرابی شهر و دیهات، محرومیت و عذاب بیکران اهالی را در عهد سبحان قلی خان، دوره‌ای که از یک طرف مفلسی و بینوایی زیاد شده، از طرف دیگر ثروت صنف حکمران بیش از پیش می افزود، نشان داده است. چنان که او می نویسد: فلک به قامت پیری خمیده می ماند، جهان بدیهی تاراج دیده می ماند، ز بس که اهل جهان خون یکدیگر خوردند، سری سپهر به ناری مکیده می ماند، درونی جامه رنگین خیش دنیادار، به کیرمهای بریشم تنیده می ماند. شما گفتاری 97 از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان شنیدید. عبدالرشید خوجامقулов خوند. کارگردان شیرعلی نغزلی.